صدرالدین، این خواننده تاجیکی صدرالدین، یه ویدیوش تازه برآمده، دیده باشین شما. از پیش او صدرالدین پرسان میکنه کی مسیری که تو آمدی میخوای فرزندت به این مسیر بیاید، میخوای فرزندت خواننده شود؟ باور بکنین صدرالدین چه میگه؟ میگه قطعا اشتباه کرد. مسیر آمدیم که سخن بابای خود را نگرفتم، سخن پدر خود را نگرفتم. اون با من گفته بود حافظ قرآن شو، ولی ما خواننده شد. مادرش گرفته آورده گریه. مادر بیچاره نشسته، او را به بچه خالش دادن. این تو قسم گریه میکنه، میگه من نمیخوام، از شیری از او من نفرت دارم. خود چی میخوای مادر؟ ما سر فلانی نفر گیر شدیم، اون نمره میخوایم ما بگیم. آخه غیر گیر شدن، غیر زیبایی انتخاب کردن، غیر قد بلند دیدن، غیر چشم سیاه دیدن، ما دیگه وظیفه نداریم. سر قبرستان یک قدم بزنید، برید از اونها بپرسید ای اهل قبور پیام شما چیست؟ ای اهل قبور شما در چه حال قرار؟ مادرای گرامی باور بکنین، اگر پیامی را که من امروز به شما میتونم، اگر دختر جوان است، اگر خواهر است که سنش به 40 رسیده، مادر است که سنش به 50 و 60 رسیده، اگر پیامی که من امروز میتونم بدون ای که شیطان را به دهلیز دل خود را بده، بدون ای که فکرهای غلط را در فکر خود در دماغ خود جا بده، از پیام امروزی من زندگی خود را بسازه، نصب العین زندگی خود قرار بده، همین پیام را برب کعبه قسم شما بازیچه بوالهوسان، بازیچه بچه هایی که امروز فقط بازیشان با دختران ساده دل و پاک دل است. من همیشه پیام من به جوانان این است که جوان عزیز و پیش ما آمده لاف نزن که 3 تا دختر من فرند دارم، 3 تا دختر مرا دوست دارم. من برشان میگم این از کمال شما نیست، این از زرنگی شما نیست، این از هوش بالای شما نیست، بلکه از سادگی زنان هست، از سادگی و دلپاکی دختران هست. وقتی به یک دختر پشت گوشی پیام میمونی که تو جان مسیح نفس مسیح خلاص، او با همه وجود تسلیم است، فردا عکس میفرسته. دیروز خواهر به من تماس کشید، پشت گوشی گریه میکنه، جناب مولانا ما عکس نفرستادیم. من گفتم مادر دروغ نگو. گفت بله 1 2 تا 3 تا عکس فرستادیم. یک کسی با همراه ما فرند شده بود، چند وقت با هم بودیم، خواستگار آمد، پدر مرا به او نداد، آلو مرا تهدید کردشته که اگر تو را به من نده من عکسایت در صفحه میگذارم. سبحان الله. آخه چرا؟ قیمت خود هر دو عالم گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. چرا خود را میفروشیم ما؟ چرا خود بی ارزش کردیم ما؟ چرا به خاطر یک سریال، به خاطر یک عروسی که لباس ما در او عروسی دیدن، ما باید لباس مدل جدید دیگه داشته باشم که او را کسی ندیده باشه؟ به خاطر این بس گرمی خانه را برهم زدن. صدها طلاق به خاطر لباس، صدها طلاق به خاطر دسکو، صدها طلاق به خاطر موبایل، صدها طلاق به خاطر یک چبلی بلندی که حالا کوریش بلند است، ما که امیر نپوشندم یا عروسی نمیرم. همین چیزا را که من میگم حقیقت داره یا نداره؟ یک بلند خوب بگوین داره یا نداره؟ نصفتان میگه، نصف دیگه تان نمیگه. نه، حقیقت ها تلخ میباشه، حقیقت همیشه ما پوت میکنیم. ولی من به این باور هستم که شما مادران کاملا متفاوت هستید. انشالله با دل بیدار اینجا آمدین و یک پیام بیدار را از اینجا میگیریم، چون مجلس قرآن است، مجلس قرآن است، این پیام داره. این مجلس تو با قرآن زندگی کو، زیبایی رو ببین. من همیشه میگم به خواهران، یه خواهری به من تماس کشید، من بعد قبلا هم گفتم، فکر میکنم در مجلس قرآن حسیب الله گفتم، به من تماس کشید ماه مبارک رمضان. هر روز که صدها تماس از آدرس خواهران است. من خواهر را تا هنوز ندیدیم که به من تماس کشیده. پیشتر این طرف می اومد و یه خواهر از لندن به من تماس کشیده، او میگه شوهر مرا طلاق کرده جناب مولانا، در حالی که او با 10 تا دختر ارتباط نامشروع داره، ولی تمام تقصیر به گردن من انداخته، تقصیر به گردن من انداخته. الان مرا طلاق کرده، با من میگه که تو دینی خانه باش، ملاها غلط کردن، بد کردن، تو طلاق نشدی. میگه جناب مولانا آتش گرفته در اون، من چیکار بکنم؟ من میرم با یک کس دیگه ازدواج میکنم پت و پنهان تا به این شوهر حلال شود. چه وضعیت جریان داره به سرزمین ما. خواهر را مادرش گرفته آورده گریه،
مادر بیچاره نشسته، او را به بچه خالش دادن، این تو قسم گریه میکنه، میگه من نمیخوام، از شیری از او من نفرت دارم. خب چی میخوای مادر؟ ما سر فلانی نفر گیر شدیم، اون نمره میخوایم ما بگیرم. آخه غیر گیر شدن، غیر زیبایی انتخاب کردن، غیر قد بلند دیدن، غیر چشم سیاه دیدن، ما دیگه وظیفه نداریم، ما دیگه هدف نداریم. سر قبرستان یک قدم بزنید، بروید از اونها بپرسید ای اهل قبور پیام شما چیست؟ ای اهل قبور شما در چه حال قرار دارید؟ ای زنان زیبایی که تا دیروز نخره میفروختین، عشوه گری میکردین، الان داخل خاک زیر خاک چه حال دارید؟ ای ثروتمندان، ای جوانان زیبا کجا هستین؟ کجا شد گردن دراز، قد بلند کجا شد؟ چشمای زیبایتون آله هنوز دارین یا خاک شده؟ یک بار برین به سر قبرستان که چی پیام برای شما دارد. حیف 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 که سر قبرستان هم امروز به ما خبر رساندن. قبرستان به نام مولا علی داریم ما، اوجا خبر رساندن که در اوجا هم عشق بازی بین بچه و دختر، سر قبر، جای عبرت، جای گریه، جایی که مو در تن باید سیخ بشود، جایی که دلها بلرزد که سبحان الله در این خانه تنگ و تاریک نه توشک است، نه بالش، نه چای است، نه نان است، نه آب است، نه پدر است، نه مادر است، نه فرند است، نه دوست است، نه دوست دختر است، نه دوست پسر است، هیچ کسی نیست، تک و تنها. من ربک، این را باید جواب بگویی. ما دینک، این را باید جواب بگویی. من نبیک، این را باید جواب بگویی. ولی چرا؟ در یک مجلس خواهرها صحبت میکنم، زحمت که سخن دل را بگویم، درد جامعه را بگویم. خواهر میشنوه همونجا تصمیم میگیره که من دیگه نمیکنم، تصمیم میگیره من اشتباه کرده بودم، غلط کرده بودم، خدای توبه، پروردگار دیگه بر نمیگردم. امی که یک عروسی برش خبر میرسونه که در کانتیننتال است، ای باز راستی چپه میشه 180 درجه تغییر میکنه. خیلی پشیمان میشیم یک روزی که هیچ سودی ندارد، یک روزی که سر شانه های مردم بسیار سرعت دادن، به سر یک تابوت گذاشتن و تو را به سمت قبرستان بردن. خیلی پشیمان میشه، ولی هیچ سودی ندارد. گریه فایده نمی کند، چیخ فایده نمی کند، صدایت کس نمیشنود. نه پدرت از کجا جوابت بگوید، نه او فرنده که تو را بازیچه خود جور کرده، نه او فرنده ایمان تو را به باد فنا داده. تمام حیا و عفت یک خواهر چقدر قیمتی است و چقدر ارزش داره. به خدا خواهر به من تماس کشیده، میگه جناب مولانا یک نورانیت داشت نماز من قرآن خواندن لذت میبردم، روزه های نفلی میگرفتم، ولی یک کسی در گوشی مرا پیدا کرد. من همیشه میگم مادر اگر سخت نیاز داری یک گوشی که فقط زنگ تر کنه برات کافی است. چه نیاز است که اینقدر گوشی گلکسی کلان دختر جوان؟ برای چی میخوای به او تماشا کنی؟ غیر از تیک تاک، اینستاگرام، فقط محله که تو را به سمت بی‌حیایی بکشانه، محله که تو را نابود بکنه. کیها از گناه رشد کردن، کیها از گناه رسیدن. خواننده هایی که دیروز در افغانستان داشتیم، دیروز یکی شکست به من نشان داد، او زیبایی هم داره، مشهورم است. او را از پیشش پرسان میکرد یک ژورنالیسم نطاق که خوشحال هستی که در دو اروپا زندگی میکنی. خیلی گریه میکرد، گفت خیلی اشتباه کردم که مسیر انتخاب کردم. یک خواننده تاجیکی هست صدرالدین، یک خواننده تاجیکی صدرالدین، یه ویدیوش تازه برآمده، دیده باشین شما. از پیش و صدرالدین پرسان میکنه کی مسیری که تو آمدی میخوای فرزندت به این مسیر بیاید، میخوای فرزندت خواننده شود؟ باور بکنین صدرالدین چه میگه قطعا اشتباه کردی. من در مسیر آمدیم که سخن بابای خود را نگرفتم، سخن پدر خود را نگرفتم. اون با من گفته بود حافظ قرآن شو، ولی ما خواننده شدم. هرگز نمیخوایم پسریم به این مسیر بیاید. اونهایی که گناه را چشیدن، توفش کردن، گفتن تلخ است، نچش خواهر،
این خواهر فرانسوی بعد از اینکه مسلمان شده بود اعلان کرد، ابلاغ کرد، صدا میزد که ای خواهر مسلمان، من گناه را چشیدم، کل دروازه های گناه را در قلباب کردم، گناه تلخ بوده، ما توفش کردیم، توف ما را بر ندارید. از گناه کسی کارام شده کجاست؟ نشان بده، یک شبه نشان بده. فقط پشت صحنه نبینید، ویدیوها رو نبینید، دخترای فیلم پشت کامرا نبینید، برین زندگیشو بررسی بکنید که چندین تاش تا هنوز خودکشی کردن. برای چی؟ لیندا سوزان سوپر استار فیلم های هالیوود در آمریکا از منزل 8 خود را پایین می اندازه و به زندگی خود خاتمه می دهد. سوشان سینگ راجپوت سوپر استار فیلم های بالیوود در هندوستان 34 سال دارد، خود در پکه خانه خود آویزان میکنه، به زندگی خود خاتمه میدهد. چی ندارن؟ آرامش ندارن. چرا آرامش از کجا میاد؟ از قرآن. الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر پیامی را که من امروز به شما میدم، اگر دختر جوان است، اگر خواهر است که سنش به 40 رسیده، مادر است که سنش به 50 و 60 رسیده، اگر پیامی که من امروز میدم بدون ای که شیطان را به دهلیز دل خود را بده، بدون ای که فکرهای غلط را در فکر خود، در دماغ خود جا بده، از پیام امروزی من زندگی خود را بسازه، نصب العین زندگی خود قرار بده، همین پیام را برب کعبه قسم، شما بازیچه بولهوسان، بازیچه بچه هایی که امروز فقط بازیشان با دختران ساده دل و پاک دل است. من همیشه پیام من به جوانان این است که جوان عزیز، و پیش ما آمده لاف نزن که 3 تا دختر من فرند دارم، 3 تا دختر مرا دوست دارم. من برشان میگم این از کمال شما نیست، این از زرنگی شما نیست، این از هوش بالای شما نیست، بلکه از سادگی زنان هست، از سادگی و دلپاکی دختران هست. وقتی به یک دختر پشت گوشی پیام میمانی که تو جان مسیح، نفس مسیح، خلاص، او با همه وجود تسلیم است. فردا عکس میفرسته. دیروز خواهر به من تماس کشید، پشت گوشی گریه میکنه، جناب مولانا ما عکس نفرستادیم. من گفتم مادر دروغ نگو. گفت بله 1 2 تا 3 تا عکس فرستادیم. یک کسی با همراه ما فرنج شده بود، چند وقت با هم بودیم، خواستگار آمد، پدر مرا به او نداد، آلو مرا تهدید کردشته که اگر تو را به من نده من عکسایت در صفحه میگذارم. سبحان الله. آخه چرا؟ قیمت خود هر دو عالم گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. چرا خود را میفروشیم ما؟ چرا خود بی ارزش کردیم ما؟ چرا به خاطر یک سریال، به خاطر یک عروسی که لباس ما در او عروسی دیدن، ما باید لباس مدل جدید دیگه داشته باشم که او را کسی ندیده باشه؟ به خاطر این بس گرمی خانه را برهم زده. صدها طلاق به خاطر لباس، صدها طلاق به خاطر دسکاوت، صدها طلاق به خاطر موبایل، صدها طلاق به خاطر یک چابلی بلندی که کوریش بلند است، ما که امیر نپوشندم یا عروسی نمیرم. همین چیزها را که من میگم حقیقت داره یا نداره؟ یک بلند خوب بگوین داره یا نداره؟ نصفتان میگه، نصف دیگه تان نمیگه. نه، حقیقت ها تلخ میباشه، حقیقت همیشه ما پوت میکنیم. ولی من به این باور هستم که شما مادران کاملا متفاوت هستید. انشالله با دل بیدار اینجا آمدین و یک پیام بیدار را از اینجا میگیریم، چون مجلس قرآن است، مجلس قرآن است، این پیام داره. این مجلس تو با قرآن زندگی کو، زیبایی رو ببین. من همیشه میگم به خواهران، یه خواهری به من تماس کشید، قبلا هم گفتم، به من تماس کشید ماه مبارک رمضان. هر روز که صدها تماس از آدرس خواهران است. من خواهر را تا هنوز ندیدیم که به من تماس کشیده. پیشتر این طرف می آمدم، یه خواهر از لندن به من تماس کشیده. او میگه شوهر مرا طلاق کرده جناب مولانا، در حالی که او با 10 تا دختر ارتباط نامشروع داره، ولی تمام تقصیر به گردن من انداخته.
تقصیر به گردن من انداخته. الان مرا طلاق کرده، با من میگه که تو دینی خانه باش، ملاها غلط کردن، بد کردن، تو طلاق نشدی. میگه جناب مولانا آتش گرفته درون من چیکار بکنم؟ من میرم با یک کس دیگه ازدواج میکنم پت و پنهان تا به این شوهر حلال شود. چه وضعیت جریان داره به سرزمین ما. خواهر را مادرش گرفته آورده گریه، مادر بیچاره نشسته، او را به بچه خالش دادن، این تو قسم گریه میکنه، میگه من نمیخوام، از شیری از او من نفرت دارم. خود چی میخوای مادر؟ ما سر فلانی نفر گیر شدیم، اون امور میخوایم ما بگیرم. آخه غیر گیر شدن، غیر زیبایی انتخاب کردن، غیر قد بلند دیدن، غیر چشم سیاه دیدن، ما دیگه وظیفه نداریم، ما دیگه هدف نداریم. سر قبرستان یک قدم بزنید، برید از اونها بپرسید ای اهل قبور پیام شما چیست؟ ای اهل قبور شما در چه حال قرار دارید؟ ای زنان زیبایی که تا دیروز نخره میفروختین، عشوه گری میکردین، الان داخل خاک زیر خاک چه حال دارید؟ ای ثروتمندان، ای جوانان زیبا کجا هستین؟ کجا شد گردن دراز، چشم بلند، قد بلند کجا شد؟ چشمای زیبایتون آله هنوز دارین یا خاک شده؟ یک بار برین به سر قبرستان که چی پیام برای شما دارد. حیف 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 که سر قبرستان هم امروز به ما خبر رساندن. قبرستان به نام مولا علی داریم ما، اوجا خبر رساندن که در اوجا هم عشق بازی بین بچه و دختر، سر قبر، جای عبرت، جای گریه، جایی که مو در تن باید سیخ بشود، جایی که دلها بلرزد که سبحان الله در این خانه تنگ و تاریک نه توشک است، نه بالش، نه چای است، نه نان است، نه آب است، نه پدر است، نه مادر است، نه فرند است، نه دوست است، نه دوست دختر است، نه دوست پسر است، هیچ کسی نیست، تک و تنها. من ربک، این را باید جواب بگویی. ما دینک، این را باید جواب بگویی. من نبیک، این را باید جواب بگویی. ولی چرا؟ در یک مجلس خواهرها صحبت میکنم، زحمت میکنم، زحمت که سخن دل را بگویم، درد جامعه را بگویم. خواهر میشنوه همونجا تصمیم میگیره که من دیگه نمیکنم، تصمیم میگیره من اشتباه کرده بودم، غلط کرده بودم، خدای توبه، پروردگار رو دیگه بر نمیگردم. همین که یک عروسی برش خبر میرسونه که در کانتیننتال است، ای باز راستی چپه میشه 180 درجه تغییر میکنه. خیلی پشیمان میشیم یک روزی که هیچ سودی ندارد، یک روزی که سر شانه های مردم بسیار سرعت دادن، به سر یک تابوت گذاشتن و تو را به سمت قبرستان بردن. خیلی خیلی پشیمان میشه، ولی هیچ سودی ندارد. گریه فایده نمی کند، چیخ فایده نمی کند، صدای تا کس نمیشنود، نه پدرت از کجا جوابت بگوی، نه او فرنده که تو را بازیچه خود جور کرده، نه او فرنده ایمان تو را به باد فنا داده. تمام حیا و عفت یک خواهر چقدر قیمتی است و چقدر ارزش داره. به خدا خواهر به من تماس کشیده، میگه جناب مولانا یک نورانیت داشت نماز من قرآن خواندن لذت میبردم، روزه های نفلی میگرفتم، ولی یک کسی در گوشی مرا پیدا کرد. من همیشه میگم مادر اگر سخت نیاز داری یک گوشی که فقط زنگ تر کنه برات کافی است، چه نیاز است که اینقدر گوشی گلکسی کلان دختر جوان؟ برای چی میخوای به او تماشا کنی؟ غیر از تیک تاک، اینستاگرام، فقط محله که تو را به سمت بی‌حیایی بکشانه، محله که تو را نابود بکنه. کیها از گناه رشد کردن، کیها از گناه رسیدن. خواننده هایی که دیروز در افغانستان داشتیم، دیروز یکی شکست به من نشان داد، او زیبایی هم داره، مشهورم است. او را از پیشش پرسان میکرد یک ژورنالیسم نطاق که خوشحال هستی که در اروپا زندگی میکنی؟ خیلی گریه میکرد، گفت خیلی اشتباه کردم که مسیر انتخاب کردم. یه خواننده تاجیکی صدرالدین، یه ویدیوش تازه برآمده، دیده باشین شما. از پیش رو صدرالدین پرسان میکنه کی مسیری که تو آمدی، میخوای فرزندت به این مسیر بیاید، میخوای فرزندت خواننده شود؟ باور بکنین صدرالدین چه میگه؟ میگه قطعا اشتباه کردی،
ما در مسیر آمدیم که سخن بابای خود را نگرفتم، سخن پدر خود را نگرفتم. اون با من گفته بود حافظ قرآن شو، ولی ما خواننده شدم. هرگز نمیخوایم پسریم به این مسیر بیاید. اونهایی که گناه را چشیدن، توفش کردن، گفتن تلخ است، نچش خواهر. این خواهر فرانسوی بعد از اینکه مسلمان شده بود اعلان کرد، ابلاغ کرد، صدا میزد که ای خواهر مسلمان، من گناه را چشیدم، کل دروازه های گناه را در قلباق کردم، گناه تلخ بوده، ما توفش کردیم، توف ما را بر ندارید. از گناه کسی که آرام شده کجاست؟ نشان بده، یک شبه نشان بده. فقط پشت صحنه نبینید، ویدیوها رو نبینید، دخترای فیلم پشت کامرا نبینید، برین زندگیش بررسی بکنید که چندین تاش تا هنوز خودکشی کردن. برای چی؟ لیندا سوزان سوپر استار فیلم های هالیوود در آمریکا از منزل 8 خود را پایین می اندازه و به زندگی خود خاتمه می دهد. سوشان سینگ راجپوت سوپر استار فیلم های بالیوود در هندوستان 34 سال دارد، خود در پکه خانه خود آویزان میکنه، به زندگی خود خاتمه میدهد. چی ندارن؟ آرامش ندارن. اونهایی که گناه را چشیدن، توفش کردن، گفتن تلخ است، نچش خواهر. این خواهر فرانسوی بعد از اینکه مسلمان شده بود اعلان کرد، ابلاغ کرد، صدا میزد که ای خواهر مسلمان، من گناه را چشیدم، کل دروازه های گناه را در قلباق کردم، گناه تلخ بوده، ما توفش کردیم، توف ما را بر ندارید. از گناه کسی که آرام شده کجاست؟ نشان بده، یک شبه نشان بده. فقط پشت صحنه نبینید، ویدیوها رو نبینید، دخترای فیلم پشت کامرا نبینید، برین زندگیش بررسی بکنید که چندین تاش تا هنوز خودکشی کردن. برای چی؟ لیندا سوزان سوپر استار فیلم های هالیوود در آمریکا از منزل 8 خود را پایین می اندازه و به زندگی خود خاتمه می دهد. سوشان سینگ راجپوت سوپر استار فیلم های بالیوود در هندوستان 34 سال دارد، خود در پکه خانه خود آویزان میکنه، به زندگی خود خاتمه میدهد. چی ندارن؟ آرامش ندارن. چرا آرامش از کجا میاد؟ از قرآن. الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. چی آوازی داشت؟ کدام خواننده عزیز زیباتر میخوانه؟ کدام خواننده که آرامت میکنه؟ موسیقی غیر از نارامی چی دارد؟ گناه غیر از نارامی چی دارد؟ همه چیز از ما گرفت گناه. به خدا شخصیت ما را از ما گرفت، آرامش خانه ما را از ما گرفت، محبت پدر و مادر را گرفت، محبت برادر و خواهر را گرفت، همه چیز. نماز از ما گرفت، روزه ها را از ما گرفت، قرآن خواندن ها را از ما گرفت، حیا و عفت را از ما گرفت. امروز 90% دختر شوهرش خودش انتخاب میکنه، پدر مادر خبر نیست. 3 سال از ازدواجشان تیر شده، 2 سال که شد تماس میکشن، 6 ماه که شد تماس میکشن. جناب مولانا پشت گوشی گریه، چی شده؟ ما خیره نمیشناختم، این گرگ بوده مولانا صاحب، مرا بازی داده بودی. در کجا زندگی میکنی؟ آمریکا؟ نه افغانستان. عالم نداریم؟ داریم. قرآن نداریم؟ داریم. قرآن در خانه های تا نیست؟ هست. ترجمه فارسی نداره؟ دارد. خب موبایل نداری؟ دارم. چند جیبی داره؟ 80 100 جیبی. چند تا سخنرانی عالم داری؟ تیک تاک زیاد دارم جناب مولانا صاحب. با آرامش میرساند. او پسر که پشت گوشی تو را میگه که من تو را دوست دارم، من دیندار دوست دارم، تو هم دیندار هستی، تو را به خدا و دیندار هست. و کسی که به تو پیام میمانه و خود شیخ معرفی میکنه، قاری معرفی میکنه، ملا معرفی میکنه، تو باید فریبش بخوری؟ مادر عزیز، مادر گرامی،
پیامی که امروز قرآن دارد به تو نماز است. آرامش تو به نماز. استعینو، خدا میگه از نماز کمک بگیر. استعینو بالصبر والصلاة. اول لفظ صبر آورده. در زندگیت سختی هست، گاهی وقت سن به 22 23 و 25 میرسه شوهر پیدا نمیشه، تلخیص. قرآن میگه صبر بکن. استعینوا بالصبر. 100 جا در قرآن لفظ صبر آمده. 100 جا در قرآن از صبر صحبت شده. فاصبر ان وعد الله حق. صبر بکن، وعده خدا حق است. وعده خدا تحقق پیدا میکنه. تو با خدا باشی خدا تو رو فراموش نمیکنه. تو با خدا باشی خدا تو رو ترک نمیکنه. این دختری با پدر خود از جای رد میشدن، نزدیک پول رسیدن، زیر پول آب میرفت. پدر به دخترش گفت دست من محکم بگیر. گفت نه پدر جان، تو دست من محکم بگیر. گفت چه فرقی میکنه که تو بگیری یا من بگیرم؟ گفت پدر جان وقتی تو بگیری دست مرا رهانه میکنی. اگه من دست تو را گرفتم ولی وقتی که فشار آمد رهایش میکنم. وقتی پدری اندازه مورد اعتماد یک دختر هست، میگه شب راحت خواب میکنه چون پدرش هست در خانه. زن راحت خواب میکنه شوهرش در خانه است، میگه نگران نیستم. کشتی در حالت تلاطم امواج بحر در حال غرق شدن است، یه دختر راحت خوابیده. سر و صدا در کشتی بلند شد، دخترک از جای خود بلند شد، گفت چه گپ است؟ گفت ان قریب است که کشتی غرق شود. گفت پدرم کجاست؟ گفت پدر داخل کشتی است. گفت من نگران نیستم. پس خواب کرد. گفت پدرم هست، تا زمانی که پدرم زنده هست من زنده هستم. چرا او جان خود را فدا میکنه ولی من از دست نمیده. این محبت به پدر و مادر کی داده؟ الله. مادران را مهر من آموختم. الله میگه مادران را مهر من آموختم، چی باشد شمعی که من افروختم. وقت محبت پدر و مادر نسبت به فرزند این اندازه زیاد است. مادر آماده است خود را هلاک بکنه. در فرانسه آتش سوزی شده، در صفحات فیسبوک هم برآمده بود. یه مادر 2 فرزند خود را گرفته، از کیرکین آویزان کرده، خودش داخل خانه از کیرکین آویزان کرده، خودش همون قسم جان داده ولی فرزندا همون قسم به دستش محکم از کیرکین آویزان. وقتی یک پدر و مادری اندازه مهربان است، خدای تو چقدر مهربان است. چرا از خدا شکایت داره امروز زن؟ چرا از خدا شکایت داره امروز مرد؟ چرا از خدا شکایت داره امروز دختر؟ چرا از خدا شکایت داره امروز پسر؟ برای اینکه ما با خدا نیستیم. آن تنهایی ما قطع شده، ارتباط ما با رب ما قطع شده. وقتی ارتباط با پروردگار قطع شد، تماس نگرفتی، ناآرام میشی، افسردگی پیدا میکنی، در زندگی تلاطم امواج میآید. بعضی ها افسرده هستن، بسیاری ها به افسردگی گرفتار شدن. چرا؟ خدا نیست. ای بنده گریز و خود را به مائل کن، با حضرت ما دوستی یک دل کن. یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. 100 مرتبه از پدر دو شنیدی ولی رهایش نمی کنی. 100 مرتبه از شوهر بی محبتی و نامهربانی دیدی رهایش نکردی. 100 مرتبه از پسری که دوستش داشتی پشت گوشی دو دشنام داد رهایش نکردی. ولی خدایی که یک مرتبه به تو سخت نگفته، یک مرتبه نگفته بنده این تو رو دوست ندارم، بلکه در جای قرآن میگه بنده هم دوستت دارم، بیا. هر جا تو هستی با من با تو هستم. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو. هر جا که رمم پرتو کاشانه تویی تو. در میکده و دیر که جانانه تویی. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی. اون خدایی که یک مرتبه تند و تیز به ما نگفته چرا به سمتش نمیریم؟ میدانیم کلید پیش از او است، میدانیم محو غم ها پیش اوست، میدانیم مرهم دردها پیش اوست، میدانیم گریه ها رو او باز میکند، میدانیم دل ها به یک بلا کیف اوست. هر چی را از اون بخوایم برای ما تنظیم میکنه. ولی نه،
پیش دکتر برو، پیش ملا برو، پیش فلان برو، پیش فلان برو، پیش فالبین برو، پیش کفشناس برو، پیش جادوگر برو که یک تعویض بده فلانی رو ما میخوایم جادو بکنیم. چرا؟ انسان‌هایی که خدا نمیشناسن جادو میکنن. انسان‌هایی که امیدشان از خدا قطع شده اونا دست به تعویض میزنن که جادو بکنن. اونهایی که خدا را دارن نیاز به جادوگری ندارن. چه زیبا هست که 3 خواهر ما حافظ قرآن شده. این چه سعادت بزرگ است. این کمال است. این نیست که باید به این افتخار کرد. این خواهر ما بگوید که الان من دیگه بهترین لباس دارم، بهترین نام دارم، بهترین تاج را دارم، بهترین عزت را دارم. چرا؟ که قرآن دارم. امروز خیلی خواننده ها آرزو میکنن کاش که قرآن یاد داشته باشه. یک خواننده آمریکایی یک خواهر است، مسلمان شده فعلا. او اینقدر زیبا قرآن میخونه. او میگه من تقریبا 24 سال از سن 15 ساله خوانندگی رو شروع کرد. 9 سال در تمام محفل های کلان میخواندم، مشهورم شده بودم. ولی از زمانی که آمدم با اسلام آشنا شدم الان قرآن میخوانم. او وقت من میخواندم مردم مست میشد، ولی در غم من فکر نمیکردن، آرامش نداشتم. گفت از زمانی که من اسلام را آشنا شدم الان که قرآن میخوانم خودم با آرامش رسیدم. هر لحظه آماده هستم، هر لحظه مرگ بیاید آماده هستم. اگر یک مادر بگویی 14 ساله 15 ساله که میمیری او چی وضعیت داره؟ چرا از مرگ میترسیم؟ به خاطر آباد نکردیم آخرت، آباد نکردیم قبره. او کل هم و غم یک خواهر لب شیرین میشه است. کل هم و غم خواهر اوتن است. او خودش آمادگی ندارد. نمازی درست نخوانده 5 وقت و 100 تا بهانه. به سیاحت و چکر خبر نشدی همین جمعه؟ یا خبر شدی؟ به سیاحت رفته بودن مردم، نه؟ این خبر شدی؟ در این دشت و صحرا همه بیرون شده بودن. یه موتر از بالای تپه میلوله، یک دختر جوان نامزاد سرش موتر لول میخوره، سرش زیر دروازه باز میشه، زیر موتر میشه، سر جدا میکنه از تنش. به چه خوشحالی رفته بود، به چه آرزو رفته بود که یک چند تا عکس سلفی بگیرم که در نامزاد خود روان کنم، یک چند تا عکس سلفی بگیرم به خواهر خوانده خود روان کنم در گروه. ولی نمیدانست که اسرائیل به کسی فرصت نمیده. پس اوجا باید هیچ کس همراهت نیست، تک و تنها است. پس مادرای گرامی، مادرای مهربان، مادرای مسلمان، در آغوش اسلام بزرگ شدین. پدرتان مسلمان است، مادرتان مسلمان است، خودتان نام اسلامی دارین. فاطمه، عایشه، سمیه، گلسم، رقیه، خدیجه، این نام هایتان است. یک بار بردارین صفحات تاریخ را مطالعه بکنین. شما 100 افغانی فعال کرده میتونین اینترنت خود را، واتساپ خود. 100 افغانی یک تا کتاب بردار که زندگی عایشه باشه، فارسی مطالعه بکن، تک و تنها با فکر آرام مطالعه بکن. یک کتاب بردار که زندگی فاطمه باشه، ببین که اونها به کجا رسیدن. یه خواهر شام به من تماس کشیده، میگه جناب مولانا ما عاشق شدیم. یه پسر پشت گوشی به من پیام کرده بود، چت کرد. اول مزاحم بود، آهسته آهسته مراهم شد، حالا دیگه محبوب شده. محبوب و این محبوب 3 ماه شده که با یک دختر دیگه ازدواج کرده، یا کسی که ما عاشقش است. گفت شب من به گریه هست، روز من به گریه هست، ولی قسمه که پدر و مادرم خبر نشه. یک راه و چاره‌ای به من پیشنهاد بکن. میفهمین چه گفتم برش؟ ما گفتم مادر اگر فاطمه می بودی به خدا بدبخت نمیشدی. اگر فاطمه می بودی بازیچه جور نمیشدی. اگر فاطمه می بودی سرگرم بچه های ویلگرد نمیشدی. اویی که پشت گوشی به تو میگه جان نفس جگر، به خدا قسم اینها گرگایی هستن که در لباس میش آمده. اینها شیادایی هستن که از حیا و عفت چیز حالیشان نیست. بعضش آمده پشت قاری بودن خود پنهان کرده، قاری صاحب هستم من، پشت گوشی قاری صاحب هستم، من تو را در تهجد بیدار میکنم. بعضش پشت حاجی بودن خود پنهان کرده،
بعضیش پشت ملا بودن خود پنهان کرده. اونی که به تو تماس میگیرد یا تو به اون تماس میگیری، مادر با ما چی میگه جناب مولانا صاحب به همراه یک کسی فرندم، به همراه یک کسی دوست شدم پشت گوشی، او برای من قول داده که فقط کارهای خوبه برای من بگوی، مرا در تهجد بیدار بکنه. باز ما برایش گفتم که خیبر و امیر در پدرت بگو که پدر جان یک بچه پشت گوشی که من فرند است، مرا در تهجد بیدار میکنه. که پدرت برای تو چی میگه؟ برو امیر به برادرت بگو. مادرای گرامی، این عزیزا همیشه آواز مرا میشنون، همیشه علما را صحبت میکنن. شما هم الحمدلله که میشنوین، گوشی دارین دیگه. گوشی این اتم است، اتم واسکت انتحاری است. استفاده درستش کردی خوب، اگر نه تو میشه که لغت کردی انفجار میته ایمان را. آخه سابق گناه بیرون میشد، خیلی مردم تلاش میکردن پت و پنهان باشن، گناه زیر لیاف میشه، زیر لحاف. متوجه از این باشه. امروز که عاشق پلاستیک هستیم، آیفون داشته باشیم، آیفون 14 و 15، ولی بر رب کعبه قسم اینا انسان خوشبخت نمیکنه. آیفون دارا که فقط هم مغم میشن امی بوده که ما آیفون داشته باشیم خوشبخت نشده. من نمیگم آیفون نداشته باش، داشته باش، اما آیفونت باید بوی محمد بدهد صلی الله علیه و سلم. حجابت بوی محمد بدهد، زندگی بوی محمد بدهد، خانوادهت بوی محمد بدهد. تو پیرو فاطمه و عایشه هستی، بهترین الگو داری. یه ورق بزن تاریخ را که اونها به کجا رسیدن. تا جهان از عایشه هست، تا جهان از فاطمه هست. با افتخار میگی فاطمه. چه پادشاهانی بودن، ملکه ها داشتن، کجا شدن؟ پادشاهانی که 40 سال در یک کشور حکومت کرد، ملکش به این سرزمین و با آن سرزمین به سیاحت و چکر میرفت، الان کجا هستن؟ اینجا یک پیام به همراه خود ببر، او پیام توبه است. من فردا یک موضوع صحبت دارم. ای مسلمان، رمضان می رود، بیاییم توبه عملی بکنیم. توبه زبانی و توبه روی کاغذ و توبه مطالعه‌ای که خیلی زیاد شده. توبه میکنم هم خیلی زیاد شده. توبه عملی، خدایا دیگر نمیکنم بس است. میلیاردها نفر در زمین، زیر زمین خوابند، از خدا میخوان خدای یک بار اجازه بده یک سجده بکنم. الله میگه نه، خیلی فرصت دادم، 60 سال 50 سال کجا صرفش کردی؟ عن شبابه فیما افنا، از این جوانی پرسان میشه روز قیامت. ما فقط هم غم ما خوردن نیست. سیدنا علی میگه کسی که تلاشش، غمش، فکرش به این باشه که چی بخورم، ارزشش به اندازه چیزی است که از شکمش بیرون شده. این چقدر قیمتی سخن است. کسی که هم غم و فکرش امیست که ما چی بخورم، ارزشش به اندازه چیزی است که از شکمش بیرون میشه. ما خلیفه خدا، وارث نبی، نائب قرآنیم. مینکا کولاری، دختر فرانسوی، مسلمان شده. نمیفهم در صفحه شما دیدین یا ندیدین. برش پیشنهاد کردن که مسلمان شدی، آله نقص کردی. گفت چی نقص کردم؟ گفت مسلمان شدی، شوهرت تو را طلاق میده چون شوهرت کافر است و شوهرت نمیخواد با تو زندگی کنه. میفهمین چی جواب گفت؟ گفت هزاران ایتو شوهر فدای یک لحظه خلوتی که با خدا دارم. این شوهر به درد من نمیخوره چون بوی دین نمیتهی، کافر است، جای ازی به جهنم است. گفتن فرزندت هم از پیشت میگیریم. گفت فرزند من فدای الله.
اگر این فرزند مسلمان نشود، بزرگ بشود، مرا به خانه بزرگسالان میاندازد. فقط از این سال سال روز مادر داره اروپایی ها و آمریکایی ها. یک گل میتن سالگرد مبارک بود. من خدایی را پیدا کردیم. مینکاکولاری میگه من خدایی را پیدا کردیم، من رب را پیدا کردیم، من هم نشین و رفیقی را پیدا کردیم، لحظه مرا ترک نمی کند. ما ودعك ربك وما قلى. سوره الضحى را کدامتان نخوانید؟ ما ودعك ربك وما قلى. هرگز خدای تو را ترک نمی کنه. کسی که الله را هم نشین خود در پیدا کرد، کسی که با رب خود رفیق شد، کسی که رفیقش الله شد. و هو معکم اینما کنتم، هر جا هستی خدا با توست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. سه تا هستین چهارمش خداست. الیس الله بکاف عبده. خدا به این بزرگی به بنده کافی نیست؟ خدا را کسی داشته باشه او خار میشه. یه مادر از ایران با من تماس کشید، میگه جناب مولانا من زن خوبی نبودم، اما بعد از اینکه سخنرانی ها را شنیدم، صحبت های شما را شنیدم، من خیلی تغییر کردم. گریه هم میکنه پشت گوشی، بس صدایش هم خوب نمیفهمم، بسیار گریه میکنه. مادر چرا گریه میکنی؟ میگه جناب مولانا به خدا قسم آرامش پیدا کرده. میگه هر لحظه آرزو میکنم ای کاش بمیرم که به ملاقات خدایم بروم. سبحان الله، هم نشینی با خدا خیلی شیرین و زیباست، ولی ما پیدایش نکردیم. گفتم که دل در سر و کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو کی باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. من نمیفهم که در بین شما خواهرها کسی بوده که از سر شب تا به صبح به عبادت مصروف بوده یا نه؟ اگر نبوده که جای بسیار افسوس است. اینقدر تماس از آدرس خواهر از کشور بیرون و داخل افغانستان و از هر شهر مدار، شاید اکثر 90% تماسی که به من میایه از آدرس خواهر است. شکایت از شوهر، شکایت از پدر، شکایت از خشوع، شکایت از قصور، شکایت از زندگی، شکایت از فقر، شکایت از نرسیدن به خواسته ها. ولی من این را باید بگویم که مادر من، پدر بزرگوار، من عام صحبت کنم، اگر به دنبال این هستی که گریه مشکلاتت باز شود، اگر به دنبال این هستی که به موفقیت و کامیابی برسی، و اگر به دنبال این هستی که هر خواسته تو جوابش مثبت باشه، فقط ارتباطت را با ربت برقرار بکن، ارتباطت با خالق جور بکن. تماس مادر میگیره میگه کمرم درد میکنه، تراویح خواندن نمیتونه. اگر در عروسی باشه تا ساعت 12 شب راحت این طرف و آن طرف گردش میکنه، اوجا خیلی راحت است. خیلی از آدرس پدران تماس میایه که مشکل معده دارم. من 80% این ملت مشکل معده داره. رمضان برای این آمده که الله رب العزت و الجلال آغوش رحمت را قسم باز کرده. دریای رحمتش قسم به تلاطم و امواج است. الله در این ما فقط بهانه میکنه دانه پاشیده تا شکار کنه. وقت افطاری وقت شکار خداست، وقت سحری وقت شکار خداست، دهه رحمت وقت شکار الله، دهه مغفرت وقت شکار الله. کی را میخواد شکار بکنه؟ بنده را. و بنده چی کار دارد؟ میخواد بهش نصیبش بگردانه، میخواد رضای خود را برش اعلان بکنه، میخواد آرامش بکنه. ناآرام است امروز پدر و مادر. امروز خانه ها میدان جنگ است.
یه خواهر به من تماس کشید این صبح، گفت جناب مولانا من به خودکشی راضی شدم. گفتم چرا مادر؟ گفت اصلا داخل خانه ما من نمیفهم که جنگل است یا خانه ای که اونجا انسان ها زندگی میکنه. پدرم چرس میزنه، مادرم یک بی‌پروا هست، تقوای الهی نداره. خواهرای ما آزاد گذاشتن، اونا در گوشی فرند دارن، دوست پسر پیدا کردن، چت و پیام میکنن. خب ماه مبارک رمضان 25 روزش تیر شد، چند روز باقی مونده؟ 5 روز. رحمت خصوصی، انعامات مخصوص، رحماتی که رب العزت و الجلال در این ماه میکند در دیگر ماه ها نمیکند. رمضان میگذرد ولی نمیدانیم تا سال دیگر من زنده هستم، تو زنده هستی یا نه. خیلی ها آرزو داشتن ای کاش رمضان بیاید، اما حال داخل قبر هستن. خیلی ها آرزو کردن ای کاش عبادت میکردیم، ای کاش یک شب به خاطر خدا. یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، ای بنده گریز و خود را به ما اله کن، با حضرت ما دوستی یک دله کن. یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. ای بنده تو سخت بی وفایی، از کبر به سوی ما نیایی، گر درد دهم به جان زارت زاری بکنی دوید آیی، آنگاه که تو را شفا ببخشم آسوده شوی دیگر نیایی. خیلی ها را می شناختم به خدا پشت کرده بودن، مست شهوت بودن، مست ثروت بودن، مست جوانی و زیبایی و جمال بودن، که ناگهان سردردی گرفتار شدن. وقتی که رفتن چک دادن گفتن تومور مغزی داری. باز دیدیم که بی باجی شدن، باز ببینیم که باباجی شدن. حال مسجد رها نمیکنه، وقتی پیشش بنشینی تو نصیحت میکنه فکر میکنی عالم است. بی گفته مولانا نفسه که ما کمتر از فرعون نیست، لیک او را عون و ما را عون نیست. بیاییم مادرای گرامی، ما به خاطر این آمدم یه پیام به شما بدهم، وقت شما را زیاد نمیگیرم. پدرای عزیز اینجا حضور دارن. فقط 2 شب باقی مانده، شب 27، شب 29. اگر تا ایدم بر نگشتی برگرد، به رب کعبه قسم به خواستت میرسی. شوخی نیست. هر وقتی که دیدی شوهرت بد اخلاق است، شوهرت بیدین است، شوهرت بی نماز است، شوهرت پدر و مادرت توهین میکنه، شوهرت لطوکوبت میکنه، شوهرت ارتباطی است، با دخترای ارتباط داره، بدون تقوای تو هم مشکل داره. تو اگه با خالقت خوب رفیق باشی، خالق به خواسته های تو جواب مثبت میده، او تغییر میده قلوب را. من در یک صحبت گفته بودم مادر نماز تهجد بخوانی. باز شب که شوهرت بیدار شد دید که دو پلوش نیستی، طرف و طرف جستجو کنه زن کجا شد، ببینه که سر جای نماز قطرات اشکش جاری هست و به سمت آسمان نگاه میکند و خدای شوهر ما هدایت بده. من برایشان گفتم به خدا قسم و شوهر میشرمه، شب دیگه در پالی تو میای تهجد میخوانه. او شوهر از موبایلش و دختر پاک میکنه نمبرش. او شوهر قمار دیگه نمیزنه، او نمیخوای لقمه حرام به تو یک زن فرشته گونه خود بخورانه. امروز هم زن از خدا دور شده، هم مرد از خدا دور شده. یک زن با من تماس گرفت بعد از این صحبت، تقریبا 1 ماه بعد، گفت جناب مولانا به خدا قسم چیزی که تو گفتی عیناً امو اتفاق افتاد. گفت شوهر من یک بیراه و گمراه بود. گفت ما تهجد شروع کردیم، گفت آل از ما پیشتر میخیزه به تهجد، از ما که بیشتر گریه میکنه. میگه آخه قدر گریه میکنه، من پالیش میرم میگم بس که اشتکار بیدار کردی. میگه زن خدا تو را خیر بده که مرا بیدار کردی. عینک دودی پیش چشم ما بود، من نمیدیدم حقا. این عینک از پیش چشمان ما برداشتی، من حق پیدا کردم.
من به هر چیز دست میدادم طلا می بود خاک میشد، هیچ کارم رخ نمیگرفت، کارم رنگ نمیگرفت، کار من برکت نبود. اما از زمانی که من تهجد شروع کردیم و توبه کردیم الحمدلله کار من برکت گرفت. دیگه شک نیست. خدا به جناب قاری صاحب حسیب الله عزتمندی و سرفرازی و موفقیت نصیب بگردانه. پروردگار از این بیشتر ثابت قدم و استواری در دین برش عطا بکنه که با از درون سالم خدمت بکنه. همون کسی که حافظ هست با پیشگاه پروردگارم الله حافظش بگردانه. یکی ما پیش خود مردم حافظ هستیم، پیش مردم عالم هستیم. و خدا می وقت در خلوت که میشینم خیلی افسوس میخورم. یک کس زمان تماس میکشه میگه جناب مولانا من آرزو دارم یک بار تو را ببینم. از کجا هستی؟ از روسیه. از کجا هستی؟ از تاجیکستان. این تا افسوس میخورم که مردم چی آرزو دارم، من هنوز برابر نیستم به گمان مردم. وقتی نامت عایشه است به معنای واقعی عایشه باش، حافظی به معنای واقعی حافظ باش، عالمی به معنای واقعی عالم باش، پیش خدا عالم باش. در خلوت هم که ششتی اموجا که دستت بلند کردی اموجا هم باید شرمنده نباشی. الله به شما خیر بده. مادرای گرامی، او پیام ممی است که 27 و 29 را فراموش نکنید. فقط عایشه مادر یک دعا میکرد در شب قدر. پیامبر برش گفت ای عایشه جان اگر شب قدر پیدا کردی بازی دعا را کن اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اون موبایلاتون ثبت میکنه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. این را زیاد بخوانید و تسبیح زیاد بگویید. قرآن در شب قدر نازل شده. قرآن اگه بلد هستین بخوانید، اگه بلد نیستین رویش باز کنین، گریه کنین که خدایا من چی کرده بودم که کتابت به من نآموختی. و معذرت خواهی بکنین، کمر بسته کنین. مدارس که الحمدلله زیاد است. و ان شاء الله وقتی کمر شما بسته شد و تصمیم گرفتین ان شاء الله قرآن هم یاد میگیرین. الله به شما عزتمندی سرفرازی نصیب بگه.